سلام دوستای گلم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. به چند خیلی خیلی خوش اومدین. چند ما در زمینه کسب درآمد هستش. اگه این نوع ویدیو دوست دارید حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله هم رو اول بدین تا هر وقت ویدیو جدید آپلود کردیم اولین نفر باشید که اون ویدیو رو ببینید. خب دوستان، وبسایت جدید هستش که لینکش در دیسکریپشن این ویدیو وجود داره که باید در بخش اولیه پیش شماره بزنید. اینجا هم یه فون نامبر، حالا فیک هم میتونید بزنید. بخش دوم یه لاگین پسورد. بخش سوم یه سکیوریتی پسورد که موقع برداشت میخواد. اینجا هم این وایت کد رفرال میزنید. اینجا هم این کپچه که اینجا زده رو اینجا میزنید و روی گزینه تیک سبز رنگ که اینجا هستش کلیک میکنید و وارد بخش لاگین میشید. خب بعد از بخش لاگین اینجا شماره موبایل و پسورد رو میزنید و بازم اینجا تیکو میزنید تا ثبت نام و لاگین کردنتون به پایان برسه. خب اینجا گفته که اسم سایت تریکس آکادمی هستش که اینجا بالانسمون نشون میده که اینجا یک کاتتر جایزه ثبت نام وبسایت هستش. یه زبان وبسایت میتونیم تغییر بدیم. اینجا نوتیفیکیشن وبسایت میاد. اینجا بخش پشتیبانی وبسایت، واتساپ و تلگرام و بقیه شبکه‌های اجتماعی هستش. از اینجا میتونیم دپوزیت کنیم، اینجا برداشت کنیم. اینجا بخش تیم هستش که تمام از این مجموعه ما رو به 3 لول نشون میده. اینجا بخش دریافت لینک رفرال گیری، اینجا خارج شدن از حساب و ولت اکانت هم بالانس خودمون نشون میده که یک کاتتر معادل دورش 61 دلاره که $60.97 سنته، ولی 61 دلار میخونیم. خب پروموشن اکانت هم سود دریافتی از رفرال همون محسوب میشه که اینجا نمایش داده میشه. بعد اگه بیایم پایین در اینجا پارتنرهای این وبسایت نشون میده که ما کار نداریم. بخش تریدینگ اینجا میگه که اون سهمی که وارد این وبسایت میکنید هر 24 ساعت یک با 6% از اون سهم رو میتونید برداشت کنید و تا وقتی وبسایت هست یعنی میتونید برداشت کنید، یعنی که حدود 20 روز هم طول نمیکشه. حتی ببینید حدود 17 روز تقریبا طول میکشه تا به اساس سرمایه برسیم و بقیه روزها اگه وبسایت باگی میمونه، چون اینجور وبسایت زود اسکم میشن و میرن رد کارشون. ولی اگه 17 روز دووم میاره میتونیم اساس سرمایه رو در بیاریم و بعد و بقیه مثلا 20 روز دووم آورد ما 3 روز سود میکنیم. ولی اگه 1 ماه 2 ماه اگه 3 ماه که عالی میشه. خب بخش شیر هم دریافت لینک رفرال گیری که باید رفرال فعال بیاریم. اینجا از اینجا میتونیم کپیش کنیم. حالا بین 5 الی 15% از اون سرمایه که رفرال همون شارژ میکنن به بخش هوم، بخش پروموشن اکانت ما میاد. اینجا ببینید اگه رفرال همون فعال باشن و بیان دپوزیت کنن تا سود روزانه دریافت کنن. بعد بخش ماین، خب برای دپوزیت کردن گزینه دپوزیت کلیک میکنین که گفته که حداقلش 5 تا TRX هست و ممکنه 5 تا 10 تا طول بکشه. آدرس بالا بزنید. برای مثال من 10 تا رو انتخاب میکنم، بعد ارسال میکنم. اینجا هم ببینید 10 تا TRX من ارسال شده و اینجا نوشت که completed و این هم ساعتشه که یکم فیکم میکنه، چون که تا به الان به این ولت هیچی ارسال نشده و اولین بارش هستش. یک ترون فی میگیره که عادی هستش و برای همه آدرس هایی که فعال نیستن باید یک فی بدیم. حالا وارد وبسایت بشیم.
بعد از وارد شدن خب باشه لاگین میدیم، بازم لاگین میکنیم. برای گزینه get the deposit amount کلیک میکنیم. خب به بالانس ما اضافه شد و اینجا نوشت که تا به الان داخل این وبسایت 10 ترون سرمایه‌گذاری کرد. حالا بخش‌های بعدی رو من توضیح بدم. بخش تیم تمام رفرال هامون رو نشونه به 3 لول که الان 0. بعدی پروفیت لیست، اینجا تمام ورود و خروج حساب ما رو نشون میده از برداشت کردن تا شارژ کردن. ترانسفر تو بیسیک بالانس های ما رو نشون میده که اینجور جا چیز چنان خاصی نیستن. بخش بعدی شیر همون دریافت لینک رفرال نوتیفیکیشن ها که وبسایت بهمون رسانه و خارج شدن از حساب. خب شما برای برداشت رو گزینه ویدراف کلیک کنید. من با این سرمایه که وارد وبسایت کردم روزانه میتونم اینقدر برداشت کنم که ببینید اینجا باید در بخش اول مقدار بزنید و اینم باید بیسیک قرار بدین. شما برای برداشت کردن سود رفرالمون هم باید روی گزینه پروموشن اکانت کلیک کنید. خب بخش دوم آدرس و بخش سوم سکیوریتی پسورد. خب دوستان نوشت که موفقیت آمیز بود و از بالانس ما اگه دقت کنید این مقدار کسر کرد. حالا باید وارد تراس ولتمون بشیم. خب اول اینو بگم قبل از رفرش کردن این که بالانس من 750.47 ممیز 47 که 14. خب چون بعضی وقتا باگ میگیره تاریخچه تراس ولتو، حالا من یه رفرش کنم ببینید بالانس من اضافه شده اگه دقت کنید و اینجا نمیاد چون که باگ گرفته و مثبت رو نشون نمیده، فقط منفی رو نشون میده، یعنی افزایش رو نشون نمیده و من یعنی به یه نفر ارسال کنم فقط اون رو نشون میده که نمیدونم چرا چی شده. خب این هم از اثبات پرداختی این وبسایت. امیدوارم از اونشم لذت برده باشید.